الله جوانی در پلخمری ولایت بغلان آله را اختراع کرده که بدون برق از چاه آب می کشد. این آله از دو بیرل 200 لیتره که با هم وصل شده اند ساخته شده و هیچ برقی در آن به کار نرفته و می تواند به طور مداوم از چاه آب بکشد. عزت الله این آله را یک هفته پیش بالای چاه آب اولیه خودش نصب و آزمایش کرده است. نوا برق دی استفاده نمیشه، واتر پمپ استفاده نمیشه، هیچ چیز دیگه، صرف به خاطر صرف این پایپ رفته بس. او میگوید اختراع یا ابتکارش نتیجه خوبی داده و اگر امکانات مالی زیادی داشته باشد این فناوری را به گونه بهتری در تمامی افغانستان و جهان گسترش میدهد. من امکانات مالی ندارم، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم که نمیتونم که چی کنم. اگه ما امکانات در دست ما باشه از چاهای عمیق ما میتونم که سطح پلخمری چی در سطح واسه جهان میدونه که این چیز بسیار بتون وسط بدادن که ازی بتونه آدم استفاده کنه و بسیار واجد خوبه. او از دولت، شخصیت‌های وطن‌دوست و نهادهای حامی پیشرفت افغانستان تقاضا دارد یاریش کنند تا این فناوری را در همه جای گسترش بدهد. اینکه آیا این مبتکر افغان هم در وطن خودش تشویق و تقدیر می شود یا نه معلوم نیست، ولی آگاهان میگویند اگر مبتکرین مانند عزت الله مورد حمایت قرار بگیرند می توانند کارهای موثر را برای کشورشان انجام بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.